ای توبه باور نمیکنی چی به هر دیگه تا دروغ گپ میزنه یگم گپی راست نداره ابره گوشه ما میرمه یگم گپ باور نمیکنی بیشی خیلی چی دیگر اینا نقل کنم او گپی دروغ نه این دروغ نیست گوش که مرا همیشه خواب دیدم دبی رفتم همین خیلی در دبی تماشا کردم با فرمو ما بگو سالی همین خیلی تماشا کردم وقتی نمیدونم چخیلی نقل کنم باور که این دوما میبینی این چند ایتاژ که این نمیدونی حسابش نمیره باور میکنی ای کامل جان این خوابی دیدگی تو هیچی چه تو فقط همین گشتی ایسو اوسو تماشا کرده را این ما همیشه یک خواب دیدم این باور که بگفتن نمیشه اینه این باور که میدونی چی همین خانوم مونده تشکیلی کردم خای گو کشتم این آش بی این ششلیک بی این منتور بی این تمام نوز نعمت های دنیا در همینجا تشکیلی تمام بچه های قشلاق فیرو کردم این بزن دیگه مغز چغز اصل گوش بیرونه بیا مان سعدی جانه تو آدمگری هم نداشته نخواد همین دری همسایه‌گری در تو مرا من رفیقی تشیده من فیرو نکنی همین خط تشکیلیش کرده ای کامی جان رفتم خانوتانو پرسیدم گفتن دبی رفتگی های من همین رئیس حیران میشم او من ندیده بودم که همین دوما وقتی کندنده با دست بکنن جوش تیار کنن و با کرم میکنن یا تکنیکا میارن یا جوش حوار میکنن با دوما میخیزونن چند ایتاژی که مخلوط با مستحکم کشید با دوما میخیزونی این خیلی کورس هم نو دیدستم بو بچه و تو عهدی چخلگی عهده میروی دو سال شد که همین کتلمان کندسی اوی رای جان خدم توخه همین قد کار میکنم زور ما میخوام میرسه ها بچه ما 2 سال باید دومو باد داریم ما وعده دادیم که سرو که ما 2 سال تو همین کنده برو وعده بود نکنی تو وعده داده رئیس شما که من آدم میارم کلیتون کار میکنه کدام بود رئیس جان به عقل ایجا ولی ابک بیسور بدن آدم نمیرسه برای همو هر یه ابک ده یا آدمی موندم گوش که تو خوب طورش بره همون قطعی هم پاریز ابکتی بولوگی ده فساد ده تقطی هم یردم که فهمو رئیس من شما را فهمیدم من پیش او بچه برم فساد زیسته من خیلی یارا نمیبارم اگر فساد کی باشه اونجا میرم میوردم کس که یکی باید دومو مسپریم ها رئیس توی کتلمان دیما تو میشه کی کیرپیچو میپوسم میره خوب طورش دیگه ابک بردن نکن ولی من برم هم بچه ها رو گوزنم تیز بیام بگیرم ببرن کی تو این دوم تیار میشه کی در موی سری من یگان موی سلیسیونو میمونه خاک امور خیلی کردن امور کندن امور سوسر بکنه السلام علیکم رئیس بابا چخیر زحمت شما نزدیک کینجه شگر همین یک هفته جت اومده رفتید که شما رو نمیومد رئیس بابا کینجه خم مبلغ گرفتین دیگه خونه نگفتین 2 سال بود میشه 2 سال اومد نشسته تایو چیکار کنیم خونه شما چند متر بود حسین جان اخیر رئیس جان خونه ما 6 متر بود 6 متر بله خونه ما کجا شده که خونه شما یگان جانشی ده خونه شما همیجه ده با فکرم حسین جان الان 6 مترش الان میشه تیار شما این همین بنایزی خدا خواد پدوشکش میرزیم بیتوش میرزیم سر میکنیم همین پدوان سر میکنیم ایشان در بود میشن زیان نشه حسین جان خودت نداری که ما 20 ابک دارم 20 ابک هر روز هر یاتی بره رئیس جان رئیس پرویز غلطید ای بولو ای 11 متر غلطید پرویز او چی غلطید اخی این همین بنده در پشت بست گفت کشول میکنم خما فساد میزنم ای همونجا غلطید این بند درازی بعد بده رفت در تا زد با بند اینم قدر دیگه زیوتی کرد اینم خیلی چی دیگه گپ نمیزنم با فکرم که تمام باچ خیلی چی بابا چه وردسی انشاخی وردسی انشا وردسی بوشانش گوش کنید همه کسی میرین زنش میفهمونید که هم خیلی واقعا روی داد همین کار شید رئیس جان ما بردن نمیتونیم راکی التیماس این گپا ما گفتن نمیتونم رئیس جان که شما با رئیس با بالای ما کلانین همین گپا نمیشه رئیس جان شما ختم برین گپ زنین که خشی بچه‌ها رو بگو همه کسی میرین خب رفتیم یانگا السلام علیکم ناز یانگا السلام علیکم ناز رئیس جان شما چخه ناز بیا بشینه رئیس نه میریم رحمت شوهرتون خونه ده نه رئیس جان همی سر کار برو اومده بود نه اومده تو ازیره فهمو
اینجا رئیس؟ تینجه گفتم که همین مبلغی که گفتم که همین هر ماه که من اولیکش میدادم 10,000 سومونی خانه می آورد. چند هزار؟ 10,000؟ 10,000 سومونی هر ماه میدادم شو میگم که خانه می آورد. نه خونه درآوردگی نیست، هر ماه 500 تومانی می درآورد خونه. دیدی رئیس میگم که یکم راه بد رفته همین. راست یگان راه بد رفته که یا که دختربازی میکرده میگشته. رئیس جان به فکرم شما رو هم راست میگین. 10,000 که شما او را بتین 500 خونه بدروره گپی شما رو هم راست رئیس. ولی ما او را مردش خونه میدرورم. چی؟ مردش خونه میدرورم ولی او را. مردش؟ ها. گوش کجورا؟ برای بچه ها رو بگو مردشو بدرورم. یک کار کده سیزنه مردگم بالای بام دبر اومد من گندم را شوتا بودم افتاو کدم بهترین کده اینه یکوز با افتابی خوشلو کده انا میبینی که تو بگه با خوشید بواردو من یک کار دورم رفتیستم سادی شده سادی هم برده بازی داره مرده نگاه که خوشلو خونه را نگاه که کودک نگاه مایل خوب مایل مردک روی سفید مایل سادی 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 جون اینجا بیا بچم چی کار کسی بیردم مکتب آمدم بریم رامدم بازی دارم مکتب آمدی؟ سوز کردی بچم اینجا بیا متده یک کارم بکن تب کام کارم اینجا بیا بچم گوش که مرا نه بای انا اینا بالای بام دا اوچت گندم شوشتای افتاو کدای تو نگاه که بچم انا تو اومدای من نگاه که تو خوخیدن شکی یگون پرنده یگون ماینه گندش همین موزی چو همین گنده من نخرم فهمیدی مایل خب ما تو اومدن یا سامان تیما تو نگاه که بچم نگاه که همین موزی چو گندش که خمبریو همین موزی چو نخرن گنده ما بیام 2 سومون میتم و 2 سومون 2 سومون میتم بچم یا سومون اگر روتون بگیرم یا سومون دیگه پچینی حرفان مایل نگاه که مایل یوردم کوچه تا نگاه که بچم مایل 2 سومون 2 سومون اورا 2 سومون سادی سادی ما چی گفتم این بچه را این کجا میگرده سادی سادی این هم مرا خود این هم مرا پرنده خود یعنی سادی سادی نباید تا آمدی بچه ما ترا چی گفتم رفتن دا گفتم که نگاه که گنده من نخرم موسی چو پرنده و گندش کم اینو این هم مرا خود یعنی کو عجایب گم ازنی ده تا اما زین پای رو گرفتگیم چون جخوا ای کجا میبروین میخرم